بسم الله الرحمن الرحیم. 300 سال پیش در کوه بلوچ کدخدای زندگی می کرد به اسم داد کریم که صلح و ثبات اونجا حاکم بود و دزدی در آنجا عار بود و هر کس دزدی می کرد باید اونو می کشتن. همون ضرب المثل بلوچی که میگه دزدی مکن و بگاهی دیگه هر کاری پکن روانی. روزی از روزها پسر کدخدا داد کریم از روستای کروچی که به طرف کوه بلوچ می اومد گشنه شد و وقتی به نهلستانی از خرما رسید از مجبوری چند دانه خرما چید و خورد که ناگهان صاحب نهلستان که لال محمد نام داشت آمد. گفت ای مردک آمدی اینجا دزدی میکنی؟ پسر کدخدا گفت گفته بودم من دزد نیستم، پسر کدخدا هستم. گفت اگر راست میگی بریم پیش پدرت. وقتی خانه کدخدا رسیدن لال محمد گفت کدخدا قانون تو در مورد دزدی چیست؟ کدخدا پاسخ داد کسی دزدی کند باید کشته شود. گفت حتی پسرت باشه؟ گفت حتی پسرم باشد. گفت پسرت از نهلستان من دزدی کرده. کدخدا عصبانی شد و پسر بزرگترش که حسن نام داشت تازه از شکار آهو آمده بود. کدخدا به حسن گفت این تفنگ برای چه در دوش تو گذاشتی؟ برادرت دزدی کرده. حسن با عصبانیت تیری بر قلب برادرش زد و اونو کشت. روزها گذشت، مردم به حسن طعنه می زدن و حسن طاقت نیاورد و رفت روستای گروانی پیش رجب و مشکلش را گفت و هر روز شکار می رفت و با دستی پر می آمد. رجب دختری داشت و حسن ازش خواستگاری کرد. دو پسران رجب پیش حاکم سراوان سرباز بودند. از مرخصی که آمدن دیدن که خواهرشان ازدواج کرده. عصبانی شدن به پدر و مادرشان گفتند چرا خواهر ما را به این برده و غلام دادید؟ اینو ما می کشیم. پدرش گفت اینو نکشید، این میگه من پسر کدخدا داد کریم هستم. برید اول کوه بلوچ تحقیق کنید، اگر پسرش نبود بعدن هر کاری هستید باش بکنید. هر دو پسر کوه بلوچ رفتند و مهمان کدخدا شدند. کدخدا گفت شما اهل کجایید؟ گفتند نگور. کدخدا گفت به من خبر رسیده پسرم پیش نوکرمون رجب است، شما ازش خبر ندارید؟ پسرها گفتند از کجا رجب نوکر شماست؟ زن کدخدا گفت ما سند داریم که رجب و جاروق نوکر بندی ما هستند و سند را بهشون نشان داد. پسران رجب با شرمندگی خونه آمدند و به پدرشان گفتند ما شما مگه برده کدخدا هستیم؟ رجب گفت اره راست گفته. و حسن بعداً زن دیگری که ماهکان بن عزیز بن پیروز بن میر بغده بود باش ازدواج کرد که نسل ما از صاحب داد که از ماهکان هست به وجود آمده.